درود بر همگی. امروز میخوایم یه نکته در مورد جنگ نزدیک بگیم. آقا مرداد بیا. ما تو زمانی که تو درگیری هستیم و نزدیکیم، خیلیا وقتی که میخوان ضربه بزنن یا دستشون میارن پایین یا اینی که میچرخن. حالا ما میخوایم یه نکته بگیم که از همینجا توی فاصله با کمترین احتمال و آسیب دیدگی بتونیم به حریف ضربه بزنیم. آقا مرداد گارد بزن. و ما زمانی که اینجا هستیم، ضربه یه هوک و آپرگات یه پرتی دارن، یه پرتی به خاطر چرخشی که تو مدل ضربهشان هست. حالا ما برای اینکه پرتیه ببریم یا مجبوریم دستمون رو بیاریم پایین یا بچرخیم. ولی اینجا نکته بعدیش اینه که ما از همینجا این پرتیه با چرخش بدن میشکنیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه ما اینجا این بدن میچرخونیم و خودمون رو دست میندازیم و ضربه میزنیم. این باعث میشه که فاصله خالی به حریف ندیم یا مثلا فرصتی ندیم بتونه به ما ضربه بزنه. مثلا نگاه دقت بکنید، ما میتونیم ضربه بزنیم این دست عقب یا با دست جلو از همینجا. آمرداد بزن دست مخالف. آفرین. دیگه من نمیتونم تو دستش به ضربه بزنم. حالا تو ضربات دوبلی هم که زده میشه، آپرگات و هوک، خیلی ها اینه میزنن برمیگردن اینه میزنن. ولی اگر شما اینه بزنید و از همینجا اینه بزنید و دیگه فرصتی به حریف نمیدین که تو برگشت دان بتونه به شما ضربه بزنه. ممنون از همراهیتون.